در قسمت 56 و پایانی فصل دوم خواهر و برادران شاهد هستیم که اورهان بعد از مدت‌ها که شنگول و خون زندگیش رو رها کرده بود بالاخره رسما شنگول رو طلاق میده و برای همیشه خودش رو از شر خیانت‌ها و دسیسه‌های شیطانی شنگول رها میکنه و در ادامه به همراه گنول به مسافرت عاشقانه‌ای میره. مسافرتی که طی اون گنول رسما از اورهان خواستگاری میکنه و اورهان رو برای ازدواج با خودش راضی میکنه. اما از سوی دیگه هم بعد از فرار هاریکا به خارج از کشور به خاطر زندانی شدن مادرش سوزان بابت خیانت آکف میبینیم که سوزان به فکر انتقام میفته و به همین خاطر به محض آزادیش از زندان به همراه شنگول به نباهت و آیلا در بالا کشیدن ثروت آکف کمک میکنه و با دزدیدن اسناد و مدارک آکف از گاو صندوق خونش عملاً باعث میشه تا آکف به خاک سیاه بشینه و تمام ثروتش بیفته دست نباهت و آیلا و حتی عشقش سوزان رو هم از دست بده، چرا که بعد از این خیانت سوزان و شنگول نباهت سند خونه شنگول رو به نامش میزنه و خونه لوکس و لاکچری آکف رو هم در اختیار سوزان میذاره و همچنین پیش خودش به سوزان کار میده، به این شرط که دیگه هیچ وقت سوزان به آکف جا و مکان نده و بهش کمک نکنه، به نحوی که آکف تبدیل به یه دورگرد میشه و توی کوچه ها آواره میشه. اما در همین حین شنگول هم وقتی صاحب خونه میشه به تلافی کار اورهان عمر و آسیه رو از مرغدونی بیرون میکنه و باعث میشه بچه ها هم مثل آکف شب و روز رو توی کوچه و خیابون سر کنن و به خاطر مسافرت اورهان هم نتونن به عمو اورهان و گنول پناه ببرن. اما این آوارگی دردناک بچه ها مثل فقر و فلاکت آکف زیاد طول نمیکشه، چرا که خاله سوگی فوراً امارت لوکس و لاکچری خودشو در اختیار عمر و آسیه میذاره و اونا رو با کلی پول و خدم و حشم توی این امارت بزرگ تنها میذاره و خودش برای درمان به خارج از کشور میره تا اینگونه در پایان فصل دوم همه به حق خودشون برسن و حتی آکف این بار از شدت فقر و بیپولی به عمر پناه بیاره و بخواد به بهونه سرمایه گذاری پولای خاله سوگی رو بالا بکشه. اما دخالت آسیه مانع از این حماقت عمر میشه و آکف رو دوباره رسوا میکنه تا کماکان آکف همون گدای مسکین باقی بمونه. اما در پایان شاهد هستیم که شنگول وقتی متوجه میشه که از اورهان بارداره فوراً از کرده خودش پشیمون میشه و بیخبر از همه جا راهی رستوران گنول میشه و با چشمانی پر از اشک به دست و پای اورهان میفته و ازش میخواد دوباره با هم ازدواج کنن. اما دیگه دیر شده بود، چرا که شنگول به یک باره گنول رو در لباس عروس در کنار اورهان میبینه و وقتی خوب به اطرافش نگاه میکنه میبینه درست در شب عقد و عروسی اورهان با گنول حاضر شده و خودشو بیشتر از قبل با این کارش تحقیر کرده. اورهان هم با بی‌تفاوتی کامل از کنار این عجز و حقارت شنگول رد میشه و به مراسم عقد خودش ادامه میده و باعث میشه شنگول دست از پا درازتر از رستوران خارج بشه و به خونه برگرده.